این پدر و دختر متوجه اتفاق عجیبی درباره خونشون میشه. در واقع این مرد یه فیلمنامه نویسه که برای نوشتن فیلمنامه ادامه یه فیلم موفق به همراه خانواده‌اش به یه خونه دور افتاده اومده تا توی فضای آروم و دنج اون مشغول به کار بشه. اما این خونه دارای گذشته تاریک و مرموزه، به طوری که قوانین فیزیک گاهی داخلش صادق نیست. وقتی که مرد و دخترش یکی از دیوارهای خونه رو بررسی میکنن، متوجه میشن که داخل دیوار بزرگتر از بیرونشه و این شروعیه بر آشکار شدن حقایق پنهانی که در سر تا سر خونه احاطه داره. 21. Are you at the corner? Yeah. You sure? Yeah. You can let go. What does it say? It says this room is 5 feet longer on the inside than it is on the outside.